به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. دشمن استقلالیت، اساسگذاری تاجیکستان مستقل اعلان شد. رئیس بازداشت شده دادگاه ناحیه باباجان غفوروف از تالار سود آزاد گشت. رفت و آمد بین تاجیکستان و ازبکستان آسان‌تر می شود. برق تاجیک سبب بالاروی نرخ برق را شرح داد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سابق عضو فرانت خلقی که برای برقراری حکومت شوروی مبارزه می برد، اساسگذاری تاجیکستانی مستقل اعلان شد. تغییرات به قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امروز 26 دکبر در مجلس نمایندگان قبول گردید. این قانون را وکیل مجلس نمایندگان امامعلی نصرالدین زاده معرفی کرده است. امامعلی رحمان در حال اساسگذاری تاجیکستان مستقل اعلان گردید که اوایل سالهای 90 عصر گذشته در هیئت فرانت خلقی برای برقرارسازی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یعنی علیه استقلالیت تاجیکستان می جنگید. او زمان رئیس شورای عالی تاجیکستان یعنی راهبری اول کشور برگزیده شد که از اعلان استقلال تاجیکستان بیش از 1 سال و 2 ماه گذشته بود. قرار استقلالیت تاجیکستان را رئیس وقت شورای عالی قدرالدین اسلانوف 9 سپتامبر سال 1991 امضا کرد که در نتیجه از طرف فرانت خلقی برای همین امضایش با شکنجه کشته شد. باباجان قیومزاد فعال سیاسی در این موضوع گفت: البته درباره قانون تغییر ایراها به قانون پیشوای ملت به اصطلاح و آنچه که میخواهند امروز باز یک عنوان یا منصب دیگری را به پرزیدنت بدهند، شاید دیگر در یگان متن در بعضی متن‌های کوتاه دیگر لازم نیست ژورنالیستان پای چیز بگردند، زیرا که یک عنوان پرزیدنت میتواند خودش یک مقاله کامل باشد. ولی در عموم آیا سوال واقعی اینجاست که آیا کسی که خودش بر ضد استقلالیت تاجیکستان مبارزه برده است میتواند اساسگذار تاجیکستان مستقل باشد؟ این واقعیت است که باید پاسخ داد به این. یعنی در زمانی که سالهای که جنگ شهروندی شروع شد، جناب رحمان بر ضد کی جنگید و برای چی جنگید؟ و باید این به این سوال هم پاسخ بگوید جناب رحمان که در این رفراندومی که برای مستقلیت تاجیکستان شده بود به چی آواز داده بود؟ آیا برای استقلالیت تاجیکستان آواز داد؟ مطمئنا نه، زیرا که در آن زمان تنها نیروهای مخالفین، همون نیروهای سازمان رستاخیز دموکرات، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگران بودند که به طرفداری از رفراندوم و استقلالیت تاجیکستان آواز دادند. ولی همین گروهی که امروز سر قدرت هستند بر علیه اون قانون رأی داده بودند. پس چگونه می شود کسی که در مقابل این استقلالیت کشورش مبارزه برده است، جنگیده است و بر ضد آن آواز داده است، امروز اساسگذار تاجیکستان مستقل باشد؟ آیا این شدنی است؟ از نظر ما که این مردود است و هیچ کس نمیتواند با هر عنوان یا هر برچسبی که به یک نفر میچسباند او را از این عملهای کردهش مسئول نگه دارد. و در واقع این عنوانها نمیتوانند کاری را برای جناب رحمان از پیش ببرند، زیرا که او در اون زمان خودش را نشان داده بود و این را در تاریخ ملت ثبت کردند و همگان این را میدانند و این دیگه جناب رحمان از این عمل خود هیچ جای گریزی نخواهد داشت. و خواهش میکنم از اون کسانی که امروز در پارلمان کشور نشستند و میخواهند پیاپی هر عنوانو نمیدانم به اصطلاح منصب را به جناب رحمان نسبت بدهند، شما میخواهید با این کارهایتون چی را اثبات کنید بجز اینکه چاپلوسی یا اینکه همان پدخلیمی خودتون را به رحمان نشان دهید؟ کار دیگری کرده اید؟ چی نفعی دارد که او را همچون اساسگذار تاجیکستان مستقل معرفی کنید؟ اساسگذار تاجیکستان مستقل مرحوم قدرالدین اسلانوف است. آیا باری از خودتان پرسیده است که او کجاست و او را کی از بین برد؟ محض همین جناب رحمان و دار و دسته او بودند که امضا کننده استقلالیت تاجیکستان را از بین بردند و امروز به اصطلاح میشوند اساسگذاران تاجیکستان مستقل. پس ملت تاجیک است، این ملت تاجیک است که باید قضاوت کند کیست اساسگذار تاجیکستان مستقل.
سنگینزاده خورشید علی سابق رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورов که به دادن رشوه در حجم $50,000 متهم میشد از تالار دادگاه آزاد گردید. پرونده جنایتی او را مجلس سیار سود عالی جمهوری بررسی کرده است و مرافعه ها در ولایت سوخت گذاشتند. اما نفر میانه‌رو به مدت 5 سال روانه زندان گردید. حکم مذکور از جانب کنجزاده نام دادگستری دادگاه عالی تاجیکستان صادر شده است. یادآور می‌گردیم که سنگینزاده خورشید علی را مقامات انتظامی ماه اوگوست سال روان برای دادن رشوه به کارمند آژانسی مبارزه با فساد در حجم $50,000 بازداشت نموده بودند. سپس راننده و شخص میانه‌رو به این جنایت نیز دستگیر شدند. سنگینزاده از این پیش در دادگاه ناحیه شهرستان به حیث رئیس ایفای وظیفه می‌نمود و ماه می سال گذشته با یک فرمان پرزیدنت رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورov تعیین گردیده بود. سفیر ازبکستان در تاجیکستان از بررسی موضوع ساده نمودن صدور روادید برای شهروندان این دو کشور همسایه خبر داد. سفیر ازبکستان شاه قاسم شاه اسلاموف گفته است گروه‌های کاری دو کشور در تاشکند پایتخت ازبکستان در میانه‌های ماه نوامبر سال جاری مسائل روابط دو جانبه را مورد بررسی قرار می‌دهند که یکی از این مسائل ساده نمودن روابط بین کشورها برای شهروندان این دو جمهوری خواهد بود. سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفت که نظام روابط با تاجیکستان که از سال 2000 آغاز کرده بود با هدف جلوگیری از ورود اعضای گروه‌های تروریستی به قلمرو ازبکستان بود و به هیچ وجه علیه ملت تاجیک نبوده است. شاه قاسم شاه اسلاموف معتقد است که به تدریج مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای بهبود روابط دو جانبه اقدام خواهند کرد. کشور ازبکستان از سال 2000 به بعد تمامی مرز خود با تاجیکستان را به بهانه جلوگیری از ورود اعضای گروه‌های تروریستی مینه‌گذاری نموده من بعد روابط بین این دو کشور تا رفت کاهش یافت. بعدی درگذشت اسلام کریموف و به سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف به نظر می‌رسد روابط این دو کشور در حال تغییریابی به سمت مثبت است. شرکت برق تاجیک سبب بالاروی قیمت برق در کشور را که سر از 1 نوامبر از 12.6 درهم حاضره به 14.165 درهم بالا خواهد رفت شرح داده است. این شرکت گفته است که قیمت امروزه برق همه خراجات برقچیان تاجیک را نمی‌پوشاند. زیاده شوی طلبات مردم به برق و در همین حال در حالت کارشایم نگاه داشتن سیستم برقی کشور انداز از استفاده آب، بالابری قدرت استحصالی که برای سالهای 2012-2020 قبول شده اند، تعمیر نیروگاه‌های برقی و غیره خراجات بوده اند که این شرکت در شرح بالابری قیمت برق مثال آورده است. همچنین این شرکت ادعا کرده است که پست بودن قیمت برق به جلب مبلغ گذاران خارجی مانع ایجاد می‌کند. شرکت برق تاجیک گفته است که برق در تاجیکستان به مراتب از کشورهای دیگر اتحاد دولت‌های مستقل ارزان‌تر است. بار آخر قیمت برق در تاجیکستان ماه ایون سال 2014 بالا برده شده بود. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. امنیستی اینترنشنال گفته است که در نتیجه بمب اندازی قوه‌های مسلح روسیه در سوریه 9364 نفر اهالی آسایشته کشته شده اند. در همین حال این سازمان ادعا دارد که از حمله امریکا و همپیمانانش در این کشور عربی 300 نفر مردم ملکی جان خود را از دست داده اند. از آغاز جنگ ها در سوریه طبق اطلاع این سازمان بیش از 300,000 نفر، اما طبق اطلاع مخالفین بشار اسد بیش از 600,000 نفر به مرگ مواجه شده اند. تنها در 2 روز گذشته ارتش بودایی میانمار هزاران مسلمان راهنده را از خانه‌هایشان بیرون کرده است. با بهانه مبارزه با شورشگران ارتش میانمار به خانه‌های مردم هجوم می‌آورد و برخی از دهه‌ها را به پررگی از مردم خالی می‌کند. تنها از دهه کویکان پین دیروز بیش از 2000 ساکن آن بیرون کرده شدند که ارتش به آنها تنها برای گرفتن چیزهای ضروریشان وقت داده است. با اطلاع خبرگزاری ها برای پیشگیری از بمب افکنی های طیاره های ارتش عراق
و امریکا و همپیمانانش رزمندگان دولت اسلامی در موسول چرخ اتومبیل‌ها و چاه‌های نفت را آتش می‌زنند که در نتیجه این شهر پر از دود سیاه شده است و طیاره‌ها برای بمب‌افکنی به مشکل مواجه شده اند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصلی خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و خوشی‌های زندگی را تمنا می‌نماییم. خیر تا بخش‌های نوبتی. خدا نگهدارتان.